امروز با یک کتاب درسی دیگه اومدم برای رشته معماری داخلی و بچه‌های معماری. کتاب تزیینات سلولوزی، رنگ و فضاهای داخلی اون موکت و اینا. خب اول من راجع به حالا این کتاب که در قالب یه چیز حدود 300 صفحه هست یه توضیحی میدم. این کتاب درس کارگاهی و تخصصی بچه‌های معماری هست که این کتاب سال 10 یاد میگیرن و اینکه این کتاب اول میاد برای شما طراحی پلان رو توضیح میده، بعد از پلان طراحی برش پلان، بعد نمای پلان و بعد پرسپکتیو پلان یا همون طرحهای سه‌بعدی پلان رو برای شما میاد توضیح میده تا یاد بگیرید. و دیگه کلاً 4 تا چیز راجع به طراحی و اینا توضیح میده، ترکیب حجم و اینا رو هم توضیح میده و بعد میره سراغ حالا مثلا رنگ، پارچه یا چیزایی از این قبیل که حالا مثلا یاد میده چجوری دیوار رو مثلا رنگ کنید، مثلا از این روش، مثلا اون فرچه‌ای که حالا میخواین بکشین باید چجوری دستتون بگیرین، چجوری بکشین، چه راهی داره، چه روشی داره، نحوه کار کردن روی کاغذ دیواری، چسبوندن کاغذ دیواری و اینا رو یاد میده. و در کل یه کتابیه که برای 10 هم خوبه، هم میتونم بگم یه کمی سنگینه که حالا مثلا بخوام بعضی از مثلا تیکه هاش رو براتون بیارم. مثلا اینجا یاد میده که شایستگی، اولین شایستگی که توی پلان اولش داره تهیه کروکی و ترسیمات دست آزاده، که یعنی شما باید با دست آزاد و بدون هیچ خط کشی حالا نقشه بکشید. یعنی نقشه‌ای که پلان بهش بگن که مثلا با جزئیات باشه، نه، در حد یه اتود ساده رو یاد میده با دست آزاد بکشین و حالا تمرینات دست آزاد که بتونید با خط مثلا با دستتون بدون خط کش یه خطای را صافی و در حد مثلا صاف بکشید. حالا زیاد صاف هم نباشه مثلا مشکل نداره، این فقط برای کشیدن پلان هاییه که زیاد کار نمیبره. و حالا مثلا بخوام بیشتر توضیح بدم، طراحی دست آزاد در معماری داخلی اینا رو توضیح داده توی همون شایستگی. و بعد از اون میره سراغ پودمانای بعدی، درسای بعدی که حالا مثلا طرز ترکیبای مثلا اشکال، مثلا یه شکلی بکشی مکعب در بیاد، 2 خط بکشی فلان میشه. اینجوری مثلا بهت یاد میده که چجوری بتونی حالا مثلا از مثلا چند تا شکل یه شکل قشنگ کلی در بیاری، مثلا ترکیب مثلث و مربع و دایره و اینا بتونی یه شکل قشنگتر در بیاری و اینا رو یاد میده. و اسمش هم سطح و عناصر صفحه‌ایه. بعد حجم و عناصر سه‌بعدی در معماری داخلی رو یاد میده که حالا مثلا ترکیب حجم، مکعب، مربع، هرم، مخروط، استوانه و کره و اینا رو یاد میده. حالا مثلا بخوام پودمان دومش رو براتون بیارم، میره سراغ ترسیمات فنی و نقشه کشی معماری داخلی، یعنی دیگه همون پلان کشیدن و اینا میشه که اولا تو همون درس پلان کشیدن زاویه رو یاد میده، یعنی این که شما زاویه های تند و باز و تیز و اینا رو یاد بگیرید که بتونید راحت در طراحی کنید. بعد میاد مثلا نحوه کشیدن دایره با دست آزاد رو یاد میده، حالا شکل‌های دیگه با دست آزاد و اینا رو یاد میده. و بعد از اون میره سراغ ترسیم برش و نما و اینا که حالا اونا هم خیلی چیزهای ساده ایه، ولی اگه درکشون نکنید و نتونید اونا رو یاد بگیرید بعدها به مشکل برمیخورید اگه بخواید رشته‌تون واقعا معماری داخلی باشه و ادامه بدید. ولی
من توی همین کانالم، توی هم کانال یوتیوب و هم آپارات، سعی میکنم آموزش کشیدن پلان هم دست آزاد و هم با اشل یا خطکش رو یاد بدم، بعد برشش رو یاد بدم، بعد نما هم، حالا این نما و برش و اینا که میگم نمونه سه‌بعدیش هم میارم، یعنی نمونه سه‌بعدی آموزش میدم با ماکت و اینا تا بهتر یاد بگیرین. و در کل اگر رشته‌تون معماری داخلی هست، پیج من رو، چنل من